نه، زمانی که شما غذا کم میخوری، حالا چه ورزش بکنی چه نکنی، هیچ فایده‌ای برای شما نداره، چربی سوزی صورت نمیگیره. چجوری که وقتی غذا کم مصرف می‌کنی کالری بدن به شدت میاد پایین و مغز برای تهیه انرژی خودش به گلوکوز و کربوهیدرات احتیاج داره. وقتی نمیرسه بهش میگه که پس این غذایی هم که میرسه سعی میکنم یه مقدارش رو ذخیره کنم برای آینده که ازش استفاده بکنم. بعد حالا شما ورزش هم انجام میدی، اونورم کم کالری میخوری، مغز به معده فرمان میده آقا من غذا بده، میگم غذا نداریم بخوریم، چیزی به من ندی که الان غذا میخوای. میگه بعد چی بخورم؟ میگه بیا اینو بخور. چیو بخوری؟ عضله. برای اینکه عضله سهل الوصول ترین نشه، بعد از اینکه گلوکوز و کربوهیدرات توی بدن نیستش سعی میکنه از عضله برای تامین انرژی خودش استفاده کنه و اینجوری بدن شما وارد یک فاز کاتابولیک یا عضله سوزی میشه.